سلام خدمت دوستان و همراهان کانال آموزش حرفه. پکیج تاچی تیپ دی رو میخوام براتون معرفی بکنم که مدل اسمارت پلاس هست. اسمارت که تو پکیج تاچی یعنی پکیج دو مبدل هست و پلاس نشون دهنده این است که فنش متغیر هست که در ادامه توضیح خواهم داد. داخل پکیج رو براتون معرفی بکنم. پمپش ویلو هست و شیر اطمینان این قسمت قرار گرفته. ایرونت هم که این قسمت هست. شیرگازش تنظیم دیجیتال هست که من داخل کانال تنظیمات دیجیتال پکیج تاچی رو شیرگازش رو آموزش دادم. شعله بلند و شعله کوتاش رو به اونجا رجوع بکنید. این بلوک رفت هست، پرشر آب این قسمت قرار داره، انتهای گیج آب این قسمت هست. این هم انتیسی آب مصرف دستگاه هست که به شکل سوزنی هست و داخل بلوک قرار گرفته و شیر سرای موتوری قسمت بالا قرار گرفته و کیت شیر سرای هم که به صورت برنجی هست، یه تیکه هست. دستگاه از فرورگولاتور استفاده میکنه برای آب مصرف و سنسور انگشتری هم روی فرورگولاتور هست که به صورت فلومتر هست. البته با پکیج ایران رادیاتور متفاوت هست. پکیج ایران رادیاتور به صورت فلوسویچ هست فرورگولاتورش، ولی به صورت فلومتر هست و توربینی هست میچرخه داخلش و سنسورش حس میکنه و انتیسی آب گرمایش و ترموستات حد و همطور که میبینید مشعلش کوچیک‌تره. این دستگاه راندمانش بالاتر رفته و فن دستگاه که این قسمت دقت بفرمایید، پرشر دود توی این دستگاه وجود نداره و سنسور دود هستش که این قسمت به صورت 3 سیم وصل شده به بالای فن و وقتی دستگاه با شعله کم کار میکنه فنم با سرعت کمتری کار میکنه و وقتی شعله بیشتر میشه فنم با سرعت بیشتری میتونه کار بکنه که راندمان دستگاه به این صورت بالاتر میره. دستگاه رو تو حالت زمستونه من روشن کنم. حالت زمستونه شعله چون به حالت مینیمم کار میکنه، فن دستگاه هم سرعتش کم هست و اگر من آب مصرف رو باز بکنم شعله که بیشتر میشه فنم با سرعت بیشتری کار میکنه. اگر تو ویدیو مشخص باشه صداش، شعله زیاد رو فن با دور بالا کار میکنه و شعله کم رو با دور کمتر.